گذشته همزمان با هفته جهانی فضا یک کارگاهی با عنوان آشنایی با مبانی نجوم و کاربردهای اون در طب از طرف مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی تهران در عمارت تاریخی مشیرالدوله پیرنیا برگزار شد. شاید در نگاه اول برای هر منجمی این اسم جالب باشه چون ارتباطی بین نجوم و طب وجود نداره، اما سخنرانان این کارگاه سعی کردند تا به طور ظریفی این ارتباط رو برقرار کنند. سخنران اول آقای احسان خازنی بودند که در مورد تاریخ نجوم و سیر و توالی اون صحبت کردند. دانش نجوم چگونه آغاز شده، چگونه شکل گرفته و چطوری به این شکلی که امروز ما میشناسیم رسیده در هر جای دنیا تعریفی داره. همه اقوام سعی میکنن که این دانش رو به قوم خودشون منسوب بکنن، هندی ها، مصری ها، یونانی ها، بابلی ها و اقوام دیگه. هر کدوم داستان ها، اسطوره ها، روایتی برای خودشون دارن. هر کدوم به نوعی این دانش رو از بدو خلقت شروع میکنن به یک اسطوره، جایی که هدیه میگیرن از عوالم دیگری و بعد میرسه به دست انسان و شکل زمینی خودش رو طی میکنه. خب تا اونجایی که ما میدونیم آغاز شکوفایی دانش نجوم از زمانی بوده که تمدن‌ها شکل میگیره. تمدن هند در کنار رود گنگ، تمدن بین النهرین، تمدن مصر در کنار رود نیل، تمدن چین در کنار خوانکو و تمدن‌های دیگه‌ای که حالا در گوشه کنار دنیا شکل گرفتن، معمولاً اغلب هم در کنار رودهای بزرگ بودن. در زمانی که این تمدن‌ها شکل گرفتن، انسان تفکرش به نوعی شاید بیشتر شده باشه در مورد آسمان. زمانی که گله‌داری، کشاورزی شکل میگیره و این تفکر که قدرت‌های آسمان ممکنه که آسیب بزنن به زندگی بشری، باد، باران، طوفان، رعد و برق و انواع اقسام بلایای آسمانی که میتونسته مخرب باشه برای انسان. بنابراین انسان شروع کرد به شناخت آسمان برای اینکه بتونه از خودش حفاظت بکنه. به یک تعبیر علم نجوم، دانش نجوم برای این شکل گرفت که بتونیم اسرار کائنات و انسان رو کشف بکنیم و بتونیم به واسطه اونها به بشر خدمت بکنیم. خب یکی از اولین اقوامی که به دانش نجوم پرداخت بابلی ها بودن. بابلی ها رصد ستارگان رو دنبال می‌کردن، تونستن تفاوت بین ستارگان و سیارات رو به دست بیارن. اومدن اونها رو به خدایان خودشون که در اساطیرشون داشتن منسوب کردن و سعی کردن حرکت اجرام و ستارگان رو به نوعی با وقایع زمینی منطبق بکنن. اونا متوجه رخ دادن وقایع دوره‌ای در روی زمین و ارتباطش با سیارات و ستارگان شدن. همینطور که خورشید فصول رو رقم میزنه، ماه کیفیت‌های مختلف تاثیر خودش رو برای جذر و مد داره. بابلی ها هم مثل اقوام دیگه به این داستان پرداختن و سعی کردن که با تحلیل در حرکات سماوی این معما رو بتونن حل بکنن. بعد از اینکه بابل به دست اسکندر مقدونی فتح شد در سال 331 پیش از میلاد، علوم بابلی ها به دست یونانی ها افتاد. ظاهرا قبل از اون یونانی ها دانش نجومی چندانی نداشتن، حتی گفته میشه که شاید تفاوت ستاره و سیاره را هم نمیدونستن، ولی از زمانی که این دانش بهشون میرسه اونها هم شروع میکنن به شناختن. یونانی ها به دنبال کشف علت غایی بودن و آشنایی یونانیان با آسمان باعث میشه که ترکیبی از اون فلسفه شاید بتونن اون گمشده خودشون رو به نوعی در آسمان پیدا بکنن. یونانی ها به دنبال علت غایی میگشتن همینطور که گفته شد و حالا این بار سعی میکنن که عوالمی رو برای عالم مادی برای اون علت جستجو بکنن. خب هر قومی میبینیم حالا سوالهای خودش رو، معماهای خودش رو و گمشده خودش رو به نوعی داره در آسمان جستجو میکنه. بعد از اینکه شاهد رشد طب، شاهد رشد محاسبات ریاضی و فلسفه فیثاغورسی در یونان هستیم، نگاه میکنیم میبینیم که حتی تئوریای فیثاغورس میاد و داخل نجوم میشه. حتی تئوریایی که فیثاغورس در مورد موسیقی داره، مثلا یکی از این تئوری‌ها این هست که اگر یک رشته سیم رو از دو سر گره بزنیم به یک نقطه متحد، تبدیل به یک دایره میشه. این یا به یک تعبیر دیگر یک دایره رو از یک نقطه بشکافیم، به دو نقطه گره بزنیم، تبدیل به یک رشته سیم میشه. بنابراین صوتی که
بر یک رشته سیم نواخته میشه، معادل ارتعاشی هست که یک سیاره در حرکت در فلک خودش مینوازه. اینجاست که فیثاغورس میگه من صدای حرکت سیارات رو میشنوم. میبینید که مثلا در موسیقی 12 نوت کروماتیک معادل 12 برج و 7 نوت اصلی معادل 7 سیاره محسوب شدن. حتی مثلا در هارمونی موسیقی باز میبینیم هارمونی بین دو موضوع مختلف یا دو مطلب هست. حالا اینجا وقتی ما میگیم هارمونی موسیقی، منظورمون هارمونی بین موسیقی و دانش نجوم هست. میبینیم که فواصلی که در موسیقی فواصل مطبوع شناخته میشه منطبق با زوایای هندسی هست که سیارات در آسمان میسازن. این تئوری است که از تطبیق موسیقی فیثاغورسی و دانش نجوم به وجود اومده. خب گامی هم در موسیقی هست به نام گام پیتاگوریان یا گام فیثاغورسی که فواصل بین نوت‌ها در اون گام بر اساس فواصل فرضی که فیثاغورس فکر می‌کرده سیارات با هم دیگه دارن یا افلاک سیارات با هم دیگه دارن منطبق شده. مولانا در شعری میگه بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق میسرایندش به تنبور و به حلق. در بیت قبلش پس حکیمان گفتند این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما. و اینجا میشه که میبینیم که تمام علوم در یونان باستان دارن حرکت میکنن تطبیق دادن خودشون با دانش نجوم. یک همبستگی بین علوم داره اینجا به وجود میاد. در دانش طب هم همینطور هست. مزاج‌های بقراطی می‌بینید که منطبق هست بر عناصر اربعه و عناصر اربعه که در دانش نجوم منسوب در حقیقت بروج منسوب شدن به این عناصر. می‌بینیم که دخیل میشن بین دانش طب و دانش نجوم رابطه برقرار بکنن. سخنران بعدی خانم دکتر روشنک قدس بودند که تحقیقات زیادی در رابطه با نجوم، پدیده‌های نجومی و تأثیرش بر روی انسان‌ها انجام داده بودند. برای کثیری از افراد احتمالاً این سوال مطرح هستش که طب با نجوم چه ارتباطی داره. برای من هم به عنوان یک محقق این سوال همیشه مطرح بوده که آیا طب با نجوم میتونه ارتباطی داشته باشه یا نه. همین قضیه باعث شد که کنکاش کنم در متونی که دم دستم بود، حالا بیشتر متون طب سنتی که خب رشته مورد علاقمه و دارم در اون تحصیل میکنم و همینطور تو کتاب‌هایی که از منجمین قدیم در دسترس قرار داشتن استفاده بکنم و اون دنبال اون ارتباط بگردم. در مدت 3 سالی که داشتم این تحقیق رو انجام میدادم متوجه شدم که خیلی از منجمین قدیم ما تجربه های مشترکی داشتن تو فصل مشترک طب و نجوم تحت عنوان اختیارات طبی. همین قضیه باعث شد که من وقت بیشتری صرف کنم برای اینکه اون مبانی اولیه نجوم رو یاد بگیرم تا با زبان این اساتید آشنا بشم و بتونم اون مطالبی که گفتن این اساتید بزرگوار درک بکنم و کاربردیش بکنم. امروز که این کارگاه برگزار شد در واقع معسل تلاش 3 ساله خودم رو سعی کردم به زبان ساده برای کسایی که علاقه‌مند هستن تو رشته‌های پزشکی یا پیراپزشکی یا به هر نحوی در حالت خدمات رسانی به مردم هستن بتونم اون ماحصل تلاش خودم رو القا بکنم و آموزش بدم تا اگر احیانا کسی به عنوان یک محقق تو هر فیلدی خاص کاری در زمینه ارتباطات نجوم و موجودات زنده هم از انسان، حیوان و یا گیاه انجام بده با دانسته‌های دقیق‌تر و علمی درست‌تر این کار رو پیش ببره. این بود که این کارگاه امروز برگزار شد. گرچه خب زمان کمی بود ولی خب خوشحالم از این که تونستم حداقل مقدمات این قضیه رو فراهم بکنم. آنچه که در جستجوی مقالات امروزی من بهش برخورد کردم که در واقع یه جور تأییدی بر اون مطالب گفته شده در متون قدیم بود، به عنوان مثال افزایش بیماری‌های قلبی عروقی یا درصد انفارکت میوکارد در زمان طوفان‌های خورشیدی بود که این تحقیق شده بود و توسط دانشمندانی که خودشون مسلط به علم طب بودن و در این حال از نجوم هم اطلاعات زیادی داشتن ثابت شده و الان دارن همچنان روش تحقیق میکنن. در همین تحقیق انجام شده در رابطه با بیماری‌های انفارکت میوکارد نتیجه تحقیق نهایتاً راهکار درمانی رو پیش پای ما نمیذاره، ولی شاید کاربرد این فقط در این جهت باشه که ما با دونستن همچین ارتباطاتی میتونیم نهایتاً یک فاز پیشگیرانه رو برای بیمارامون در نظر بگیریم یا حداقل یک توصیه‌های درمانی پیشگیرانه داشته باشیم تا درمانی.
به این ترتیب ما میتونیم فازهایی از طوفان‌های خورشیدی رو از دوستانمون که در رشته نجوم دارن فعالیت میکنن خواهش کنیم که برامون در واقع این تاریخ‌ها رو مشخص بکنن و به عنوان پزشک به بیمارانی که تحت نظر ما هستن توصیه بکنیم در این زمانهای خاص یک در واقع تمهیدات ویژه‌ای رو در نظر بگیرن. خواهشم اینه که دوستانی که الان در حیطه نجوم و نجوم امروزی دارن فعالیت میکنن یک مقدار دیدشون رو وسیع‌تر بکنن و یک گذری هم به گذشته داشته باشن و اون نجومی که در شاید قرن پنجم و ششم بهش پرداخته میشد در دوران بوعلی سینا، بعد نیست گذری هم به اون بشه و مطالبی که اونجا هستش هم دوباره با علم امروز آپدیت بشه، بروز بشه و بتونیم شاید از این نکات هم چیزهای به درد بخوری استخراج بکنیم که حتی بتونه به ما به عنوان پزشک در ارتقاء سلامتی بیمارامون کمک بکنه. صرفا به خاطر اینکه این علوم قدیمی هستن و شاید تاریخشون گذشته اونها رو مطرود و منفور ندونیم، حداقل علم بهشون پیدا بکنیم و اگر هم می‌خوایم اونها رو رد بکنیم با علم و یقین و با دانستن پایه‌های اونها رو رد بکنیم یا احیانا به این نتیجه برسیم که واقعا پایه‌های علمی داشتن و کاربردی هستن. خیلی دوست داریم که نظر شما رو هم در مورد طب و نجوم بدونیم. به نظر شما اصلا ارتباط طب و نجوم یک ارتباط مستقیمه یا یک ارتباط غیر مستقیم؟ نظرات خودتون رو میتونید از طریق پیامک 30044 برای ما ارسال کنید.